فکر میکنید مسئله هاتون شخصی هن، ولی شما در اصل مسئله اجتماعی دارید. ما یه زخمی داریم و اون زخمه باعث رنجش ما میشه. آحاد بشر هر آنچه را که در آینده قابل پیش بینی است در رفتار امروز خودشون محقق میکنن. چرا شاه بیت همه چیز شده ناشادی؟ کی شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشه. آنچه که ما رو شاد میکنه چیزی نیست که دیگه سال 55 ما رو شاد میکرد. خوش با حال نسل جدید، خیلی خوشحالن، خیلی راحتن، ولی واقعیتش اینجوری نیست. خیلی شکننده. اونا درباره یه چیزایی حرف میزنن که اکثریت ما نمیفهمیم. ما هم درباره یه چیزایی حرف میزنیم ظاهرا اونا نمیفهمن. شادکامی برابر است با داشته ها پس از کسر انتظارات. ممکنه ما غم رو دوست داشته باشیم. کنش جمعی آدم هاست که قصه یک ملت رو میسازه. شیرازه قصه ما باید در دلش رشد اقتصادی باشه. باید این غم رو به جایی که تبدیل به شادی بکنیم تبدیل به هم بدیم. بیزینس ها وظیفه سختی دارن برای اینکه تصویری از یه ایران بهتر رو بسازن. در بحرانی ترین شرایط چیزی که میتونه به آدم کمک کنه احساس مسئولیت. در واقع داستانی که ما درست میکنیم یه دونه آرش نداره. تمام کسب و کارهای ما آرش های امروزن. واقعیت اینه که ما با غم بیگانه نیستیم. ما با غم زندگی کردیم. اصلا زندگی ما بخشیش غمه. ما در سوگ عزیزانمون بودیم. سوگواری آداب داره، سوگواری مناسک داره، سوگواری همدردی داره. اما وقتی تبدیل میشه به یه غم عمومی چجوری میخوایم همدردی کنیم؟ کی میخواد اصلا به کی تسلا بده، سلامتی بگه؟ مگه یه کسی سوگواره و دیگری شاده؟ واقعیتش اینه که صورت مسئله ساده نیست، خیلی پیچیده است و راه حلش بسیار پیچیده تر از اینه. بنابراین از ابتدا دستای خودمون رو میگیریم بالا. اما برای اینکه نشون بدیم تلاش خودمون رو داریم میکنیم، امروز در کنار من یه روانشناس حاذق نشسته که ایشون از منظر روانشناسی موضوع رو نگاه میکنه. خواهش میکنم. میخوام شما رو برگردونم عقب سال 1850 وقتی که ما هنوز اصطلاح روانشناسی یا سایکولوژی رو نداشتیم و به جاش دانشمندا بیشتر از اصطلاح سایکوفیزیک استفاده میکردن. یکی از چهره‌های برجسته این حوزه فخنر خواست ببینه چه رابطه‌ای بین تغییرات فیزیکی و تغییرات ادراکی وجود داره و دید که به نظر میرسه یکیشون با تصاعد هندسی میره بالا و یکیشون با تصاعد حسابی میره بالا. و اولین چیزی که به ما گفت اینه که تناظر یک به یک بین رویدادهای دنیای فیزیکی و اون چیزی که در ذهن ما اتفاق میفته وجود نداره. واقعیتش اینه که هیجانی که ما تجربه میکنیم یا هیجانی که بروز میدیم همیشه روایتگر صادقانه آن چیزی که در درون ما اتفاق میفته نیست. گاهی غمی که داریم تجربه میکنیم در واقع داره در پس خودش خشمی رو پنهان میکنه. گاهی مبادرت ما به شادی‌های روزمره و پرتکرار در واقع داره به ما کمک میکنه که از مواجهه با خودمون یا از مواجهه با اضطراب پرهیز بکنیم. خیلی از هیجان‌ها در طول زمان به همدیگه تبدیل میشن. اضطراب اگه زمان بهش بخوره تبدیل به افسردگی میشه. بعضی از حالات عاطفی که ما بهشون مشخصاً میگیم ایموشن یا هیجان، حالاتی هستند که به لحاظ زمانی کوتاه مدت ترن و مثل یه پکیج میمونن. یعنی اینکه وقتی من عصبانی میشم سیستم فیزیولوژیکم تغییر میکنه، برنامه‌های عملی در من ایجاد میشه، ذهنم در واقع معطوف به یه چیزای خاصی میشه، مجموعه اینا با هم دیگه اتفاق میفته اما زمانش کوتاهه. اما بعضی از حالتهای دیگه هست که به این شدت نیست و ممکنه با این همراهی‌های بدنی و رفتاری اینها نباشه، ولی چیزی که ما در درون خودمون احساس می‌کنیم شدتش کمتره اما طولانی تره که ما به اون میگیم مود یا خلق. خب خیلی وقتا ممکنه من پیش آمد خاصی توی زندگیم نداشته باشم ولی وقتی صحبت می‌کنم میگم خلقم پایینه، خیلی سرحال نیستم. یه اتفاق خوبی میفته میخندم، یه پیک میزنم، دوباره برمیگردم به حالت عادی. وقتی راجع به غم و شادی صحبت میکنیم، غم و شادی توی دسته هیجان‌ها قرار میگیرن. اما وقتی صحبت از شادکامی میکنیم، شادکامی حالتیه که پایدارتره و به اون چیزی که ما بهش میگیم مود نزدیکتره. یه کانسپت دیگه ما داریم توی روانشناسی به اسم متا ایموشن، فراهیجان. خب من وقتی یه احساس یا هیجانی دارم
یه احساسی هم نسبت به اون هیجان داره. وقتی عصبانی هم گاهی وقتا ممکن از عصبانیت هم خوشحال باشم، مثل یه فرد انقلابی که خشمگینه و از خشمگین بودنش خوشحاله. حالا سوال اینه که متا ایموشن ما در مورد غم چجوریه؟ ممکنه ما غم رو دوست داشته باشیم؟ یه دانشجویی دارم در حال انجام یه کار کراس کالچرال با دانشگاه میشیگانه. 2 هفته پیش که داده‌هاش آورده بود داشتیم با همدیگه مرور می‌کردیم، یکی از سوالا این بود که ما از دانشجوی ایرانی و آمریکایی پرسیدیم که توی هفته آینده برای مثال چه هیجانی رو دوست داری تجربه کنی؟ غم، شادی، نمیدونم هر هیجان دیگه. وقتی هیجان غم رو که بررسی کردیم دیدیم میزان علاقه دانشجوهای ما برای تجربه غم بیشتر از آمریکایی هست. خب یعنی انگار ایرانی ها احساسی که نسبت به غم دارن خیلی ناخوشایند نیست. شاید بگیم که این داده قابل اتکایی نیست، واقعا هم نیست. یه مطالعه با یه تعداد محدود نمیتونیم نتیجه گیری اینجوری بکنیم. اما وقتی به گذشته مراجعه میکنید میبینید شواهد دیگه هم هست. میگه غمت در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. چجوری با این غم مواجه شدیم؟ این غم برای ما خیلی عزیزه. آیا به معنای اینه که ما احساس بدبختی میکنیم؟ اگه برگردیم به اون معادله که چیزی که به همینا معنا میده و جهت میده اینه که من معنای بزرگتر، کرانتری برای زندگی داشتم. وقتی اون معنا باشه همین اون تو اون چارچوب میتونه یه تفسیر دیگه‌ای پیدا. حالا سوال اینه که اگه اینها رو کنار هم دیگه بذاریم، یا به تعبیر بگم اگه به زبان آماری بگیم اثر اینا رو مشخص کنیم، کنترل کنیم، بذاریم کنار، آیا بازم میتونیم بگیم که ایرانیان این روزگار غمگین‌تر از ایرانیان گذشته هستند؟ متاسفانه داده عینی ما نداریم که من محکم بخوام راجبش صحبت کنم. اما تجربه من به عنوان یک روانشناس، کسی که مردم بهش مراجعه میکنن، تجربه من به عنوان یک استاد دانشگاه، کسی که با دانشجوها تعامل داره، میخوام بگم که درسته که ممکنه ما به لحاظ فرهنگی گرایش داریم به این که غم رو بیشتر تحسین کنیم یا شکایت بیشتری بکنیم، ولی وقتی با سالهای گذشته مقایسه و مرور میکنیم میبینیم که این کفه داره به تدریج سنگین‌تر میشه. 1959 سی رایت میلز، جامعه شناس امریکایی، یک کتابی نوشت به نام Sociological Imagination، تخیل جامعه شناختی. همه حرف سی رایت میلز این بود که فکر میکنید مسئله هاتون شخصی هن، ولی شما در اصل مسئله اجتماعی دارید. اگه با همسرتون دارین طلاق میگیرین، اگر بیکارین، اگر افسرده‌این، اگر که احساس ناموفقیت میکنین، شما گیر واقعیت اجتماعی هستین، سوشیال ریالیتی هستین. آنچه که امروز تجربه میکنیم تحت عنوان غم یا شادی و بهتر اجتماعیش بگیم شادکامی، هپینس، یک پدیده اجتماعی است که جامعه ایران باهاش درگیره. گزارش جهانی شادی بر اساس داده‌هایی که گالوپ جمع‌آوری میکنه طراحی میشه. تو ورلد هپینس ریپورت سال 2023 میتونید جایگاه ایران رو ببینید. ما نمرمون تو رنکینگ سال 2023 شادی جهان رتبه 116 است از 146 کشور جهان. تو چارک سومیم، یعنی بین 50 تا 75%. ما آخر سیاهی‌های جهان نیستیم. اما سوال مهم اینه چرا شاه بیت همه چیز شده نارضایتی، شاه بیت همه چیز شده ناشادی؟ یه پژوهشی رو سال 1390 تحلیل کردیم با یه عزیزی از جامعه شناسی ایران و یه گزارش نوشتیم درباره سلامت روان و سرمایه اجتماعی در ایران. برای اونایی که یه سلامت روان نسبی دارن، هر چقدر وضع اقتصادیشون بهتر بشه، وضعیت سلامت روانشون دیگه بهتر از اونی که هست نمیشه. این داشتنها و این بنیانهای مادی زندگی از اون جهتی بر سلامت روان شما خیلی موثرن
که همشون براتون ارتباطات اجتماعی خلق میکنن و چون آدم ها نمیتونن در شبکه ارتباط و اعتماد به شکل مؤثری قرار بگیرن، دچار ناشادکامی میشن. من در یه نمودار 50 سال گذشته رو کنار هم گذاشتم که ببینیم چی داشتیم، چی داریم و از این داشته میتوانیم چه خروجی برای شادکامی بگیریم. این نموداری که ملاحظه میفرمایید درآمد سرانه است، یعنی ارزش تمام کالاها و خدماتی که اقتصاد ما ظرف 1 سال تولید کرده و بعد اثر تورم، اثر رشد قیمت‌ها، اثر جمعیت هم ازش کشیده شده بیرون، تبدیل شده به این که یک ایرانی در مقایسه با سالهای قبل و سالهای بعد چه داشته. در واقع من اسم اینو میذارم بهره‌مندی متوسط یک ایرانی از زندگی. حالا به لحاظ ریاضی یه تابع سعودی اکیداً مقعره، یعنی یه تابعی است که مشتق دومش منفی. شما فراز و فرودهاش رو مشاهده میکنید. ما یه پیک زدیم که از در واقع نیمه دهه 40 شروع شده، سال 1355 به اوج رسیده. اما چرا وقتی که بعد از 45 سال دوباره رکورد زدیم، به رکورد سال 55 رسیدیم، با احساس خوبی نرسیدیم بهش؟ علتش هم اینه، ما داشته رو استاندارد زندگی تلقی میکنیم و دیگه از اون داشته دیگه راضی نیستیم، به دنبال داشته بیشتریم. بشر همینه دیگه. ایرانی شاد نبود با اینکه اگه از خونش میاد بیرون بعد یه رو میتونه یه تاکسی پیدا بکنه. تاکسی باید در خونش باشه. این به خاطر این نیست که ایرانی پرتوقعه، به خاطر اینکه استاندارد زندگی عوض شده. آنچه که ما رو شاد میکنه چیزی نیست که دیگه سال 55 ما رو شاد میکرد. دلیل دومیش اینه که 10 سال سکون داشتیم. ببینید دهه 90 ما سکون، توقف رشد اقتصادی داشتیم. خواهید گفت رشد اقتصادی رو کی دیده، کی شنیده؟ آره درسته، رشد اقتصادی صرفاً یه آماره، اما راننده تاکسی که میبینه مردم دیگه کمتر سوار تاکسی میشن، خشکشویی که میبینه مردم کمتر دیگه لباسشون رو میدن خشکشویی، مسئول پذیرش هتلی که میبینه مردم دیگه کمتر سفر میرن، راننده‌ای که میبینه دیگه دربست کسی نمیگیره. تمام فروشندگان در طول روز دارن وضعیت اقتصادی رو رصد میکنن که مردم با یک شیب کاهنده‌ای در واقع داره تقاضاشون برای کالاهای با دوام، برای کالاهای با کیفیت داره تنزل پیدا میکنه. ویلکینسون و کیت پیکت یک کتابی خیلی مشهوری دارن که بر مبناش امروز یک جنبشی در انگلستان شکل گرفته، جنبش تلاش برای برابری. یه سایتی دارن و یه کتابش به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان تاوان نابرابری و نشون میدن که تمایل آدما به خریدن ماشینای شاسی بلند تحت تأثیر نابرابریه. آدما تو ماشینای شاسی بلند گویی در یه دژ دفاعی قرار میگیرن که او دژ بهشون امنیت میده. توی یه پژوهش دیگه اونجا نشون میدن که وقتی احساس نابرابری افزایش پیدا میکنه آدما دچار ناتوانی جنسی میشن. و جامعه امروز ایران متاسفانه نابرابریش چند بعدیه، یعنی فقط نابرابریش اقتصادی نیست، نابرابریش از اون بدتر سیاسیه. اصلا نابرابری اقتصادیش از نابرابری سیاسیش اومده. بعضیا شهروندترن، بعضیا خودیان، بعضیا بی خودیان، بعضیا نخودیان، بعضیا غیر خودیان. جامعه باید قصه داشته باشه. جامعه باید قصه‌ای برای منسجم کردن آدم‌هاش کنار همدیگه داشته باشه. اون قصه رو گاه ادبیات، فرهنگ، هنر ساخته، گاه اون قصه رو یه ایدئولوژی ساخته. ما به لحاظ اجتماعی نیاز داریم قصه تولید کنیم. قصه توهم نیست، قصه خیال بافی نیست، قصه حرف مفت نیست. قصه اون چیزیه که جامعه و حکومت باید با هم خلق کنن، نه اینکه حکومت برای خودش یه هدفهایی بچینه و بعد به بقیه بگه که قانع بشید همینا هدفهای معنادارین. امروز چین یه قصه داره، نداره؟ قصه ای که تو 40 سال گذشته سرودن تیکه هایش رو، قدرت دوم اقتصادی جهان شدن، گذشتن از قرن تحقیر. کره‌ای‌ها یه قصه دارن، قصه ای که به میزانی که جامعه باورش کرده باشه به زندگی ها معنا میده.
فرایند سروده شدن و ساخته شدن قصه امر اجتماعی است. قصه از توی اسپیچ در نمیاد، قصه از تو زبان در نمیاد، قصه از تو کنش در میاد. کنش جمعی آدم هاست که قصه یک ملت رو میسازه. ایرانیایی که میرن خارج از کشور یه هفته بیشتر نمیمونن، 10 روز بیشتر نمیمونن، اینقدر نمیمونن تا دموکراسی غرب رو تجربه کنن، تا بوروکراسی غرب رو تجربه کنن، تا رشد اقتصادی رو تجربه کنن. نه هیچ کدوم اینا رو تجربه نمیکنن. وقتی برمیگردن چی میگن؟ میگن زیبا بود، منظم بود، رنگ ها سر جاش بود. و ما به لحاظ اجتماعی از آنجا که در شبکه انسان اشیاء حضور داریم، شما یادتون باشه یه جامعه همواره در شبکه‌ای از آدم هاست، به علاوه شبکه‌ای از آدم ها اشیاء. من سال 90 یه معنا داشتم، من به علاوه اینترنت دهه 90 یه معنای دیگری دارم. اون چیزی که ایرانی امروز رو ناشادکام میکنه بسیاری از عناصر زندگی روزمره است. چراغ راهنمایی که جواد میگه که میزنه 50 ثانیه، یه دفعه میشه 6 ثانیه، 3 ثانیه میمونه، بلا تکلیف میمونی. جاده هایی که تعمیر نمیشن، آشغالایی که درست جمع نمیشن، درختایی که نظم ندارن، تاریخی که زیر سوال میره، فضای باستانی که تخریب میشه، خیابان‌های به هم ریخته است، نظم ناموجوده. میخوام مسئله رو عمیق‌تر کنم. ما به بازسازی نظم احتیاج داریم، به بازسازی شبکه متفاوتی از اشیاء احتیاج داریم و همه اینا البته به اون رشد اقتصادی که فرهاد میگه نیاز داره. ما در 2 ساحت زندگی میکنیم. ساحت اول ساحت خصوصی زندگی ماست. در ساحت اول در درون خانه هامون مثل بقیه مردم جهان زندگی میکنیم. داخل منزل رنگ هست، احترام هست، گفتگو هست، تشریک مساعی هست، منزلت هست، خنده هست، جشن تولد هست، عزا هم هست، غم و شادی متوازن داخل خونه. اما بیرون خانه زندگی کاملا متفاوته با بقیه جهانه. به لحاظ نظری بیرون خانه محیط کالکتیوه و تو محیط کالکتیو، تو محیط جمعی فرد منفعله. ما در محیط خونه اگر اگر ناکامی داریم، اگر دستاوردامون کمه، اگر از دستاوردامون راضی نیستیم، اگر ناموفقیم، کسی رو بیرون شماتت نمی کنیم و در بیرون خانه است که توازن‌ها به هم میخوره. در بیرون خونه است که گفتگو برقرار نمیشه. در بیرون خونه هست که ما نمیتونیم از کسی سوال بپرسیم. در بیرون خونه هست که راجع به فضیلت‌ها اتفاقاً من نمیشه از کسی سوال کنم. فضیلت‌های بیرون خونه چیه؟ فضیلت جمعی چیه؟ صلح، امنیت، ثبات، پایداری، شفافیت، پاسخدهی، نظم، پیشبینی پذیری، قاعده‌مندی و شایسته سالاریه. ترجمه تقوا و خویشتن‌داری در ساحت عمومی زندگی از منظر من اقتصادون حکمرانی خوبه. گود گاورننس که مشخص میکنه که کدام گاورمنت، کدام حکمرانی دست خودش رو بسته تا بتوانه در واقع در پاسخ به مردم سرفراز باشه. و البته آموزه اقتصاد سیاسی و آموزه علوم سیاسی اینه که ما نباید منتظر باشیم که او دست خودش رو ببنده. نمیبنده. به لحاظ تئوریک دست خودش رو نمیبنده، چون قدرت میل به تکثیر داره، قدرت میل به تمرکز داره، قدرت میل به تکرار داره، قدرت اینسکیوره، بنابراین میخواد خودش رو سکیور کنه. مردم قید میگذارن بر اختیارات حاکم تا رفتار اون رو پیش بینی پذیر کنن و حکمران در این قیدگذاری مردم اگر بلند مدت فکر بکنه بازی برده، به خاطری که اعمال محدودیت از ناحیه مردم به مقبولیت و مشروعیت عمومی انجامه. بنابراین این بازی برده باید در 3 رأس این مثلث تعریف بشه. رأس اول مردمند که صاحب قدرتند، مردمند که قید میگذارند بر آزادی‌های حاکمیت، وگرنه حاکمیت
دست خودشو که نمیبنده. رأس دیگر مثلث کسب و کارها. تو رابطه با کسب و کارها هم آزادی اقتصادی معنی پیدا میکنه. اونم بازی برده. بنابراین سه رأس مثلث با هم بازی‌های بردی تعریف میکنن که رشد اقتصادی در مرکز این مثلث مینشینه. ببینید در پارادایم داستانی که سیاوش کسرایی برای ما سروده از آرش کمانگیر، قدرت ایران دور دست بودن مرزهای ایران بوده. قدرت رو سرزمین تعریف میکرده، قدرت رو پهنه جغرافیا تعریف میکرده. بنابراین قهرمان داستان کسی است که مرزهای ایران رو در دور دست ترین جا تعیین میکنه و برای این کار از تمام وجودش در واقع سرمایه میگیره و وقتی تیر رو پرتاب میکنه جان خودش هم تسلیم میکنه، چون تمام جان رو گذاشته در این تیری که پرتاب میکنه. آیا همچنان پارادایم ما اینه؟ آیا قهرمان داستان ما کسی است که مرزهای ما رو دوردست بکنه؟ آرش کمانگیری که امروز وجود داره کسی که مرزهای اقتصادی ایران رو در دور دست ها ببره. من نمیگم قصه ای که امروز میخوایم بسراییم چیه، قصه رو باید تک تک ما درست بکنیم، اما قصه هایی باید باشه که به هم بچسبه، بشه قصه ایران بهتر. من قصه سرا نیستم، اما شیرازه قصه ما باید در دلش رشد اقتصادی باشه. در اون صورت تیر کمان آرش در واقع در جایی که مینشینه مرزهای قدرت و اقتدار اقتصادی ایران رو بازتر میکنه و در اون صورت شادی عمومی قابل تعریفه. چیزی که الان من توی جامعه میبینم، یکی از واکنش‌هایی که خیلی زیاد دیده میشه در خودخزیدگیه، تقویت مرزهای خودی و غیر خودی و پناه بردن به حمایت‌های درون گروهی. من پناه میبرم اون چیزایی که خودم دوست دارم و دوستانی که منو دوست دارن منو تقویت کنن، بیرون رو نمیبینم. واکنش دیگه‌ای که خیلی میبینم از نوع اجتناب. حجم قابل توجهی از دانشجوها میل به مهاجرت پیدا کردن. شکل دیگه‌ای از این اجتناب که ممکنه در نگاه اول اینجوری به نظر نرسه، پناه بردن به لذت‌جویی‌های زودگذره. یه گروه دیگه اولویتشون رو گذاشتن توی بی‌عملی و بی‌تفاوتی. خب دیدم خیلی از همکارا که فعال بودن و بعد میگن که ولش کن دیگه، میرم دنبال زندگیم، نمیدونم حوصله دیگه فکر کردن به این موضوعها یا مشارکت توی این مسائل رو ندارم. و گروه دیگه‌ای واکنش‌های پرخاشگرانه نشون میدن، عصبانی هستن، اعتراض میکنن به شکل احساسی و هیجانی. سوال اینه که این واکنش‌ها و این احساسات چه کمکی کرده؟ آیا واقعا میتونه راهی برای برون رفت از این شرایطی که شبیه بن‌بسته باشه؟ من احساس میکنم نه. خب چی کار باید کرد؟ ممکنه بعضی پیشنهاد بدن که جامعه رو شاد کنیم، هی موقعیت‌های شاد برای جامعه ایجاد کنیم، ولی میگه کی شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشه. واقعا معنی نداره تو این فضا برنامه‌ها شبیه برنامه تلویزیونی میشه که الان نگاه میکنید که موجیایی که میخندند و هیچ کسی باور نمیکنه خنده هاشون. برای گذر از این فرایند به نظر من باید این غم رو به جایی که تبدیل به شادی بکنیم تبدیل به همدلی بکنیم. همدلی مکانیسم واسطیه که میتونه به ما کمک بکنه از این وضعیت ناگوار بریم به سمت شرایطی که وضعیتمون بهتر باشه. همدلی که دارم ازش صحبت میکنم همدلی مبتنی بر کامپشن، همدلی مشفقانه است، نه همدلی مبتنی بر احساسات. خب چیزی که الان ما خیلی ها میبینیم توی هم داخل کشور و هم خارج کشور، نوعی از همدلیه که فقط میخواد احساسات رو به شکل اغراق شده بازنمایی بکنه و هی بزرگ بکنه رنجی که داریم میکشیم. اما همدلی مشفقانه 30% اختصاص به بازنمایی درد میکنه و 70% دیگر رو در واقع به فکر اینه که چطور میتونم به طرف مقابل کمک کنم. همدلی احساس مسئولیت میاره. احساس مسئولیت خیلی قدرتمنده. در بحرانی ترین شرایط چیزی که میتونه به آدم کمک کنه احساس مسئولیت به هموطنان، به دیگران، هم به ما کمک میکنه و هم به دیگران کمک میکنه. 2-3 دهه جامعه ایران فقط فکر زنده موندنه، چاره ای هم نداره. سرپناهشو داره از دست میده، تورم کمرشو شکسته، بچه‌هاشو به زور میتونه بفرسته مدرسه و همین که میتونه دووم بیاره من ازش تشکر میکنم. اما یه بخشی از جامعه که حتما من
جواد حاتمی و فرهاد نیلی بخششیم و شماها احتمال زیاد بخشش هستید که هنوز اینقدر وقت دارید که بیایید 2 ساعت بشینید اینجا این حرفا رو گوش کنید. ما یه باری به عظمت تاریخ ایران رو دوشمونه. طبقه متوسط مسئول بسیاری از بیزینس ها در ایرانه. بیزینس ها امروز جایی هستند برای اینکه یه عده آدم تنفس کنن، زندگی بهتری داشته باشن، زندگی شادکامتری داشته باشن. ما تصورمون حداقل اینه که تو این چند ماهی که روی این بحث کار میکردیم بیزینس ها وظیفه سختی دارن برای اینکه درست کار کنن تا تصویری از یه ایران بهتر رو بسازن. گفته بودن تو دریا کوسه گذاشت، دنبال چی کار کردی؟ گفت رفتم سر درخت. گفتم خب چجوری رفتی؟ کجا رفتی؟ گفت میفهمی چاره نداشتم. میفهمم که تحریمه، میفهمم که اوضاع اقتصادی خراب، میفهمم دلار هر روز بالا پایین میره، ولی هنوز یه ذره جا داریم برای اینکه در بیزینس ها بهتر عمل کنیم و تا میتونیم سازمان بسازیم. فقط تو سازمانه که حس خوب بهتری پیدا میکنیم. تو سازمان بیزینس، NGO، صنف، رسانه، کافی شاپ، زندگی جمعی. سوالای مکتوب رو پاسخ میدیم و اگه سوالی باشه. امیدوار بودم سوال نپرسیم.